در تمام شود. خب خیلی ممنون آقای صمیم. از پلان هایتان دوست دارم بفهمم در اخیر که پلان هایتان چی است و قرار است چه پلان داشته باشین و چی گفتنی دارین به تمامی هموطنان ما که همین لحظه از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز شما را بیننده هستند. تشکر میکنم. ما از جغرافی افغانستان متاسفانه وضعیت به هر حالتی بود بیرون شدیم و فعلا هم در جغرافی امریکا یک جنبش را راه اندازی کردیم تحت عنوان اصلاح و آزادی. دوست داریم بر مبنای یک روایت جدید بتاریم و بر مردم افغانستان فعالیت بکنیم، از جایی که مردم بر وطنهای نهایت عزیز ما خیلی دردمند هستند. مشکلات اقتصادی هست، مشکلات فرهنگی هست، مشکلات شدت مشکلات ما مطمئن هستیم که شما بیشتر از ما میفهمید، خصوصا در جغرافی افغانستان. و روی این مورد خواستیم ما هم یک راهکار تازه‌تر رو بار بیاریم، یک راهکاری که بر مبنای این روایت بتونیم بر مردم ستمدیده و دردیده خودمون کمک بکنیم. از جایی که ما هم از بطن همین مردم بیرون شدیم، ناراحتی‌ها را بیشتر دیدیم، یعنی فقر را تجربه کردیم، ناراحتی‌ها را در سرزمین تجربه کردیم و مردم خود ما را از نزدیک حس می‌کنیم و درک می‌کنیم و امیدوار هستیم بتونیم برشان یک کار بکنیم و یک کار از دست ما برآید، چون همین وقت است و همین فرصت‌ها در دست ما روایت نکنیم. چقدر حس خوبه دارن و واقعا حستان قابل قدر است و ما افتخار میکنیم به هموطنان ما که